در یکی از روزهای گرم در شهر آستین، تگزاس در سال 1989 دختری کوچکی به نام لیزی ولاسکوز با شرایط نادری به دنیا آمد. متاسفانه لیزی بیماری نادری به نام سندروم مارفان داشت. پزشکان نمی‌دانستند آیا این بچه می‌تواند زنده بماند یا خیر. این بیماری باعث شد بدن لیزی نتواند چربی ذخیره کند و وزن او هرگز بیشتر از 30 کیلوگرم نشود و همچنین باعث چهره متفاوت او با بقیه شد. لیزی در دوران مدرسه دائما نگاه تمسخرآمیز همکلاسی‌های خود را تحمل می‌کرد. بعضی از آنها او را هیولا صدا می‌زدند. اما لیزی قلب پرامیدی داشت و با حمایت خانواده‌اش تلاش می‌کرد تا به زندگی عادی خود ادامه دهد. متاسفانه لیزی سخت‌ترین ضربه روحی را وقتی خورد که یکی از تصاویرش را در اینترنت دید که تیتر تصویر او زشت‌ترین زن جهان بود و از آن دردناکتر خواندن نظرات بیرحمانه هزاران نفر بود که چهره او را مسخره کرده بودند. شاید هر کس دیگری بود زیر فشار این اتفاق خرد میشد، اما لیزی تصمیم گرفت به جای اینکه قربانی این قضاوت‌ها شود، قهرمان زندگی خودش باشد. او شروع به سخنرانی درباره قلدری و زیبایی درونی کرد. کتاب نوشت، در برنامه‌های تلویزیونی حاضر شد و به یکی از الهام بخش‌ترین سخنرانان انگیزشی دنیا تبدیل شد. داستان لیزی یک درس مهم دارد. هرگز اجازه ندهید دیگران ارزش شما را تعیین کنند. زیبایی واقعی چیزی فراتر از ظاهر است. آن چیزی است که در قلب، ذهن و روح ما جریان دارد. لیزی که اکنون 35 سال دارد، همچنان در حال ادامه فعالیت‌های انگیزشی و ترویج افزایش عزت نفس است. لیزی یک خواهر و یک برادر به نام‌های کریس و مارینا ولاسکوز است. پدر او معلم بوده و مادرش خانه‌دار است. به نظر من نقش پررنگ خانواده لیزی در شکلگیری شخصیت قوی او کاملاً پیداست. متاسفانه در سالهای اخیر لیزی به دلیل مشکلات ناشی از بیماری نادرش دچار ضعف در سیستم ایمنی شده و اخیراً مشکلاتی مانند عفونت‌های شدید و مشکلات بینایی را تجربه کرده که نیاز به مراقبت پزشکی مداوم دارد. با این حال او همچنان با روحیه قوی و مثبت خود الهام بخش میلیون‌ها نفر در سراسر جهان است. لیزی ولاسکوز اطلاعاتی درباره وضعیت تحول یا روابط شخصی خود به صورت عمومی منتشر نکرده. او تمایل دارد زندگی خصوصی عاطفیش را دور از رسانه‌ها نگه دارد. بنابراین جزئیات بیشتری در این زمینه در دسترس نیست. در هر صورت برای لیزی عزیز آرزوی سلامتی و خوشبختی و موفقیت‌های بیشتر داریم.